بزرگمهر یاروف وکیل مدافع تاجیکستان که اکنون شهرت جهانی دارد 50مین زادروز خود را در زندان جشن گرفت. 6 سال اخیر این حقوق شناس با آنکه به بیگناهی خود باوری قطعی دارد در محبس به سر میبرد. سازمان‌های بین المللی و حقوق شناسان معروف زادروزش را به او مبارک گفتند و بار دیگر طلب آزادی فوری او را کردند. سال 2015 یاروف به حمایت حقوقی 14 نفر عضو ریاست عالی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شروع کرد و بعد از آن به قلابی، ساختکاری، تحقیر نماینده حاکمیت و بی احترامی نسبت سود عیبدار شده به 28 سال زندان محکوم شد. نزدیکانش میگویند یاروف را مقامات به خاطر حمایت از مخالفان و صادق ماندن به کسبش به زندان انداختند. با بزرگمهر چند مرتبه کوشش کردند که در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردن که همین عریضه تیار رو شما امضا کنید با نام امام رحمان تو که شما را عفو کند. بزرگمهر یاروف راضی نیست. بزرگمهر یاروف از اول تا حاضر در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شوم. برای صادق ماندن به اصولهای کسبی و حمایت حقوق انسان، سازمانهای بین المللی و کشورها به بزرگمهر جایزه ها دادند. از جمله در جمهوری چک سال 2019 به بزرگمهر یاروف جایزه به نام واسلاو هاول رئیس جمهوری سابق و سال 2020 جایزه هاما هامین را تقدیم کردند. سازمانهای حقوق بشر حبس یاروف را دارای انگیزه‌های سیاسی خوانده بارها از تاجیکستان خواسته بودند او را از زندان رها کنند. سازمان ملل عیبنامه او را بی اساس نامید. تشکیلات‌های بین الخلقی، دپوتات‌های پارلمان‌های جهان، تشکیلات‌هایی که به حمایت حقوق انسان مشغولند، همه آنها از حکومت جمهوری خواهش و طلب کرده ایستادند که بزرگمهر را آزاد کنند. بزرگمهر یاروف وکیل دفاع شناخته تاجیک 9 ایولی سال 1971 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است. فارغ التحصیل فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان است. در آغاز او مفتش شعبه کارهای داخلی شهر دوشنبه بود. از سال 1998 به این طرف همچون وکیل مدافع فعالیت داشت و قبل از حبس اتفاق ادوکاتی سپر را رهبری می‌کرد.